مهمترین درس زبان که باید بلد باشی همینه. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. I was. You were. He was. She was. It was. We were. They were. حالا آینده. I will be. و تا آخرم همینجوری will be. برای منفی کردنش کافیه فقط یه دونه not بعد از ام اضافه بکنی و همینجوری تا آخر. برای گذشتم یه دونه not بعد از was و همینجوری تا آخر. فقط برای منفی کردن آینده کافیه که بین will و be یه دونه not اضافه بکنی. اگر میخوای اینجوری راحت و ساده زبان رو بهت یاد بدم حتما فالوم کن.